سلام دوستان، این مجموعه توسط انجمن کنکور میلاد تهیه شده است تا ضمن معرفی نابغه‌های تدریس ایران و ایجاد فضای بصری مناسب، محیطی شاد و موزیکال را در کنار آموختن تجربه کنید. به نام خدا. سلام. با مبحث فیزیک و درس حرکت شناسی در خدمت شما هستیم. درس حرکت شناسی ما شامل دو بخشه. الان با بخش اول و سوال مادر و مهم اول در خدمت شما هستیم. بریم این سوال رو با هم دیگه حل کنیم. و اما سوال مورد نظر ما برای درس حرکت شناسی در بخش اول: گلوله‌ای در شرایط خلا از ارتفاع 90 متر سطح زمین در راستای قائم رو به بالا پرتاب می شود. سطح ما 90 متر به بالا اومدیم و جسم رو در ارتفاع 90 متر به سمت بالا پرتاب می کنیم. پس از سطح زمین 90 متر فاصله داریم و پس از 10 ثانیه به سطح زمین می رسد. این گلوله 2 ثانیه پس از پرتاب به ارتفاع چند متری از سطح زمین میرسد. جی را در اینجا 9.8 برای ما در نظر گرفته. بریم این سوال مادر و مهم رو با هم دیگه حل کنیم. برادرای گل من و خواهرای عزیزم، چیزی که میخوایم از من الان یاد بگیرین این موضوعه. برای تمام دروسی که نیاز به حل مسئله داره، مثل ریاضی، مثل فیزیک، مثل حل مسئله های شیمی، این موضوعه. اگه یه تست، یک مسئله به چند فرمول برای جواب نیاز داشت، شما اول بیاین و فرمولی که به شما جواب میده و بنویسین. مثلا در این تست فرمول مکان و زمانی که به شما جواب میده. پس شما تمام فرمول های مابقی رو کنار بگذارید و فقط فرمول اصلی که به شما جواب میده و بنویسین. میخوام اینا همین الان یاد بگیرین و همیشه توی ذهنتون داشته باشین تا آخر. برای این تست چیزی که به ما جواب میده فرمول ساده مکان و زمانه. دلتا وای مساوی است با 1/2 جی تی 2 به علاوه وی صفر تی به علاوه وای صفر. چرا وای؟ چون که حرکت قائمه و به جای شتاب که آ باشه جی میذاریم. بریم و فقط جایگذاری کنیم. همونجور که من از شما خواستم میام و فرمول اصلی که به ما جواب میده و مینویسم. یک فرمول مکان و زمان که به شما گفتم ابتدا در 2 ثانیه از ما خواسته بود. به ما گفت در 2 ثانیه در چه ارتفاعیه. پس من همون اول در 2 ثانیه فرمول اصلی رو مینویسم و بعد چیزی که نیاز داره براش جایگذاری میکنم. در 2 ثانیه وای مساوی است با منهای 1/2 جی 9.8 زمان ما 2 ثانیه که از ما خواسته بود به توان 2 به علاوه وی صفر تی. چیزی که ما نداریم وی صفره. پس ابتدا من باید برم و با همین فرمول مکان و زمان پسر آقای تهیه کننده هستم. سلام علیکم. سلام. و توجه و فرمول مکان و زمان در 10 ثانیه ابتدایی چی شده؟ آقا میلاد؟ بله جان. نه خدا وکیلی خودت یاد مسخره در میاری. جان؟ میگم خدا وکیلی خودت یادی مسخره بازی در میاری. این شکل مشکل داره؟ نه خودت نیستی. اگر میشه من اینو ادامه‌شو بدم بعد میام در مورد این قضیه که من در مسخره باز در میارم با هم دیگه صحبت با هم دوست شیم؟ با هم دوست شیم. واقعا بیا با هم دیگه دوست شیم. حالا بعدا صدا میکنم. بعدا دوست میشیم. دستم درازه. خداحافظ شما. خداحافظ. با هم دوست شیم. بگذاریم. در 2 ثانیه جایگذاری کردم. چیزی که بهش نیاز دارم وی صفره. پس میرم وی صفر به دست بیارم. در 10 ثانیه میگذارم. جایگذاری میکنم 90 1/2 جی و این بار به جای اینکه 2 ثانیه رو بگذارم به جای زمان 10 ثانیه ابتدایی میگذارم. 10 ثانیه رو میگذارم و تنها چیزی که من ندارم وی صفره. پس خیلی راحت وی صفر به دست اومده 40 متر بر ثانیه. همین 40 متر بر ثانیه وی صفر را که برای ما به دست اومده توی فرمول اصلی قرار میدم. 40 رو میذارم اینجا و مکان رو به من
میده 60/4. یادتون باشه که ما 90 متر از سطح زمین بالاتر بودیم، پس با اون 90 متر از سطح زمین که بالاتر بودیم باید جمع بکنیم و جواب نهایی ما 150/4. خواهش میکنم یادتون باشه که ابتدا فرمول اصلی که به ما جواب میده بنویسین و بعد چیزی که به ما جای خالی داده از فرمول های دیگه در خدمتش قرار بدین، مثل این فرمول که امیدوارم بارها و بارها برای خودتون مرور بکنید. میلاد تویی غیبت مردم که سرایت، میلاد شعاری است که 72 علم دارد و ظلمت بدراند. اگه سوالی در مورد این تست و یا هر مبحث دیگه ای داریم میتونیم به سایت ما به نشانی concourmilad.mihanblog.com و یا شماره تلفنی که در آخر برای شما نمایش داده میشه مراجعه بکنیم. تا دیدار دیگه، مبحث دیگه، یا علی، خداحافظ.